سلام بچه، چطورین بچه؟ من سامیار آرتی هستم. بچه اومدم ویدیو بذاریم با داداشم سوسول گنگ دوستم آقای مالی. بچه تنشو اینجا براتون میذارم، حتما برید دنبال کنید، سابش کنید بچه، زودتر به لو برسیم. بچه ها اومدیم با چالنجی که خودتون برید داخل ویدیو آشنایید، تو همین داریم تو هر مجازاتی بیاد تو مجازات انجام میدیم دیگه، همتون هم باش آشنایید، همونم انجام میدم. بچه کار ندارید، خدافظ. بریم برای شروع. بچه این صدای ما برای بچه همسایه تو داده بیداد میکنه. بریم ما هم بریم مجازات ها چی بچه براتون ویدیو بزنم. 4 تا مجازات با 2 بار بندازم. این 2 تا مجازات دارم، با این 2 تا مجازات انجام بدم. خب بندازیم بریم چی اگر از همه رد میشه آخریه. الان میندازم از همه رد شد. حالا مجازاتمون چیه؟ الان ما هم میبینیم مجازات تو قول خامه که تو لیوان میندازم میخورم. بچه این ویدیو آخر ویدیو براتون میذارم. امروز هم چهارشنبه است. خدافظ تا برای چالش دوم. بچه این دوم مجازات که آخری میشه، بندازیم ببینیم چی در میاد. اگه اصلا رد بشه آخری یعنی سومی. خب از این 4 تا مجازات من 3 تا مونده و 2 تا من انتخاب کنم که این آخری در اومد. ببینیم الان جوابش چی میشه. با هم جلوی دوربین با هم نگاه کنیم. یک لیوان آب لیمو با 3 عدد قاشق نمک کوچک داخل آن. بچه قرار پدرم در بیاد. خب بریم ویدیو رو بگیریم، بعد آخر ویدیو میذارم. بچه خدا برسه بدادم. بچه کار نداری، خدا حافظ. بریم به اینترو آخر. بچه ها یک خدا به اینم لیوان خدا لعنت کنه دهن مالی هم بگیرم. بچه ها ویدیو یعنی ما میذاریم و یعنی مجازات مینویسه، یعنی مجازات دستم رو بشوریم. بچه ها یه چه فکرم زردش خورده. واه نالکن بچه دوغم آماده کنم. بچه ها یه همون رو سریع بخورم دیگه. بچه خیلی بخورم بتونم بشه تا اولین بار دارم میخوام این دوغ خیلی خودتون بریزم. خب بچه ها توی مجازات دوغ بود با 3 تا قاشق نمک کوچیک. حالا نمک دونم رو بیارم. خب بریم برای خوردنش. باشه نمک دام کجایی؟ بچه ها اگه پیداش نمی کنم باید برم بگردم تا بیارم. بریم پیداش. من نتونستم 3 تا قاشق بریزم. بچه ها یه قاشق اینقدر خیلی زیاده. نخورید با من این دوغمونه بریم برای وقتی ما اینو ریختیم خدا اول سرکول تو قمار با ریختم آقا. این خود شوخیه. برم یه آب بیارم. یه آباش تشتر خدا باش آب بریزم. بچه واقعا نمیتونم بالا میرم مثلا باش آب بخورم. اینقدر بستم. بچه ها امیدوارم زنده بمونم. اگر بردن حتما کامنت بذارید و چنل رو ساب کنید به خاطر این مجازات. من نمیمیرم ولی خب مشابه ضرر داره. خب 1 مارکر مرکوزه من 1 2 نمیشه میترسم بچه ها 1 2 3 وای
بچه ها نمیتونستم قورت بدم. حال من به هم وای ببر جو ماشین ها خیلیشون بشه.